قرعه کشی جام جهانی 2026 انجام شد. اولین جام جهانی 48 تیمی که برخلاف دفعه قبل 16 تا تیم دیگه هم اضافه شده بهش و تیمای سطح پایین‌تر رنکینگ فیفا رو هم توی این قرعه کشی ما دیدیم که حالا دلیل اصلی شاید درآمدزایی فیفا بوده و طوری عنوان میکنن که به دلیل توسعه فوتبال توی کشورهای ضعیف‌تر. خب تورنمنت جام جهانی تورنمنتیه که بار فنی کمتری داره، بیشتر بار احساسی و اون جو هیجان تورنمنتی و در واقع چیزی که یه ماه تمام کل اقتصاد دنیا رو متحول میکنه بیشتر اهمیتش اونه و از این جهت هم تعداد تیم‌های درگیر رو بیشتر کردن که سوددهی مالی بیشتری ازش بتونن کسب بکنن. بگذاریم حالا در مورد گروه بندی ها صحبت میکنیم توی این ویدیو و در مورد اینکه گروه ایران و مسیر ایران چطور افتاده توی این ویدیو مفصلا صحبت میکنیم. سلام به ویدیوی جدید چنل یوتیوب من، خیلی خوش اومدید. طبق معمول خیلی ممنونم از حمایت ها و سابسکرایب کردنتون و در مورد جام جهانی فوتبال که پیش رو هست کلی ویدیو قراره بسازیم و حتما ما رو دنبال بکنید که از محتویات جام جهانی ما جا نمونید. توی جو تورنمنت قرار میگیریم کم کم و چیزای جالبی قراره که ببینیم و بشنویم و راجبشون قول میدم که ویدیو بسازم. در مورد گروه بندی جام جهانی صحبت بکنیم. اول از همه این که این جام جهانی 3 میزبان داره، مثل جام جهانی 2002 چند میزبانه شده و خب طبیعتا میزبانا هم هر کدوم توی سرگروه خودشون قرار میگیرن و این باعث میشه که حداقل چند گروه برای خود میزبانا راحت تر بیفته، چون از تیمای پات یک دیگه به اونا نمیخورن، مثل گروه خود مکزیک که شامل مکزیک و آفریقای جنوبی، کره جنوبی و صعود کننده پلی آف اول اروپاست که احتمالاً تیم دانمارک باید باشه. تیم دانمارک بین این تیما حالا شانس بیشتری داره برای صعود به نظر من. گروه خیلی راحتیه، هر 4 تا تیم شانس صعود دارن، مخصوصا توی این تورنمنت که حالا از بین گروه 12 گانه 8 تا از تیمای رده سوم گروه ها هم صعود میکنن و این خب باعث میشه که حتی توی گروه های راحتی هم که میفته صعود حتی برای تیمای سوم هم محتمل باشه. توی این گروه حرف زیادی برای گفتن وجود نداره به جز اینکه حالا افتتاحیه جام جهانی بین آفریقای جنوبی و مکزیک قراره برگزار بشه که تکرار افتتاحیه سال 2010 بازی که با نتیجه مساوی تموم شد و کلی خاطره دارم با رقص معروف بازیکن‌های آفریقای جنوبی توی اون بازی و کلا تورنمنت 2010 توی آفریقای جنوبی صرف نظر از کیفیت برگزاریش تورنمنت عجیب غریب و احساسی بود و کلا جو کشور آفریقا جنوبی تأثیر گذاشته بود روی جو بازی. شاید حالا تکرار همون اتفاق منجر به قهرمانی اسپانیا هم بشه، مثل سال 2010 بازی افتتاحی همون بشه، شاید فینال هم همون قهرمانی تکرار بشه، مشخص نیست. شاید گروه بی کانادا و قطر و سوئیس و صعود کننده پلی آف دوم اروپا که احتمالاً تیم ایتالیا خواهد بود. گروهیه که برای کانادا سخت‌ترین قرعه میتونست بیفته بین میزبانا. حرف زیادی برای گفتن نیست جز این که حالا قطر توی تورنمنت‌های جام جهانی همیشه ضعیف ظاهر شده و نتونسته بردی کسب بکنه توی این تورنمنت. حالا باید ببینیم که با مربی جدیدشون آقای لوپتگی چه عملکردی خواهند داشت که بعید میدونم حتی بتونن توی این گروه سوم بشن. کانادا روی حالا بازیش سرمایه گذاری کرده با مربیشون جان هردمن، میخوان حالا به صعود از گروه فکر بکنم و به نظرم با این گروه امکانش هم هست، یعنی چیز دور از دسترسی نخواهد بود.
سریع بریم سراغ گروه بعدی: برزیل، مراکش، هایتی و اسکاتلند. اسکاتلند توی هفته آخر انتخابی جام جهانی توی اروپا دست به یه کار بزرگ زد و با یه نمایش حالا تراژیک موفق شد که صعود بکنه و خودشو از پلی آف نجات بده و حالا با مراکش رکراکی و برزیل کارلو آنجلوتی هم گروه شده که برزیل به نظر نمیاد کار سختی برای این گروه داشته باشه. نکته مهم دیگه ای هم که باید بگم اینه که تعداد بازی‌های طبیعتاً هر تیم بیشتر شده با توجه به اینکه تعداد زیادتر شده و 8 بازی اگر یه تیم بخواد تا فینال بره خواهد داشت. توی 30 و چند روز 8 بازی عملکرد خیلی فشرده‌ای محسوب میشه، یعنی حدوداً هر 4 روز یا 3 روز یه بازی میفته که برای بازیکن‌های ملی باشگاه حالا تعداد بازیکن‌های محدودی نداره، میتونه چند اسکواد بچینه، ولی برای یه تیم ملی که 26 نفر باید انتخاب بکنه انتخاب محدودیه و نیاز به بدنسازی و آمادگی بدنی گسترده داره و حتما باید چند تا ترکیب آماده داشته باشن تیما. یعنی به نظر من اون اسکوادایی که اون تیمای ملی که چند ترکیب خوب نداشته باشن توی این تورنمنت نمیتونن موفق بشن. یعنی تیمایی میتونن موفق بشن که مثل فرانسه، مثل انگلیس، مثل حتی اسپانیا چند اسکواد خوب دارن که میتونن حالا بعد از چند هفته اون ترکیب اول جا میفته، ولی اونم بعد از 8 بازی قطعا خسته میشه و باید در واقع یه جور بدنسازی بکنن که 2 تا تیم بتونه بعد از 8 بازی جا بیفته. یعنی در واقع 2 تا تیمو بدنسازی مجزا بکنم و حالا مربی این حالا شاگرد مربیه که باید اینا رو با هم ترکیبم بکنه با توجه به بازی هم که قرار انجام بده و حریفی هم که قرار باش مواجه بشه که این شاگرد مربیای تورنمنتی مثل توماس توخل که انگلیس دقیقاً به همین خاطر آوردتش. توماس توخل با تیم ملی انگلیس به نظر من شانس خیلی زیادی داره، نه فقط به جهت اینکه اسمش انگلیسه، به جهت این مواردی که گفتم، تیم ملی که چندین اسکواد آماده داره و چندین هفته روی بدنسازی و چینش تیمش باید کار بکنه که این البته توماس توخل هم مربیه که توی بازی‌های تورنمنتی، یعنی بازیی که توی حالا چند هفته برگزار میشن و تموم میشن، شاگرد خاصی داره و کلا مربیه که توی بازی‌های حذفی کارو در میاره. مستقیم بریم سراغ گروه جی، گروه ایران. راجع بهش یکم بیشتر صحبت بکنیم. گروه‌های اف و ای زیاد حرف واسه گفتن ندارن، بیشتر حالا عیار بازی توی مرحله بعدی مشخص میشه توی جمع 32 تیم که حالا توی گروه ای من شانس آلمان رو این دفعه برخلاف دفعه قبل دیگه زیاد میبینم. 2 دفعه قبل که پی در پی نتونسته بوده از گروهشون صعود بکنن دیگه، به نظرم این دفعه حالا دیگه از پس اکوادور و ساحل عاج دیگه باید بر بیان. هرچند ساحل عاج تیم قوی قهرمان آفریقاست، ولی از پس اکوادور، ساحل عاج و حالا کوراسائو دیگه احتمالاً آلمان راحت برمیاد. هلند هم همینطور. تیم سختی که باشون روبرو خواهند شد احتمالاً ژاپن خواهد بود که ژاپن این دفعه هم واسه سرگروهی احتمالاً خواهد جنگید. تیم سرسختی همیشه توی تورنمنت‌ها با برنامه ریزی خیلی قوی. تیم هلند هم تیمیه که توی تورنمنت‌ها بیشتر از انتظار عملکرد داره و کلا امیدمون برای این گروه حالا نسبتاً بازی‌های بهتری رو احتمالاً ازش خواهیم دید. خب بریم سراغ گروه ایران. با بلژیک و مصر و نیوزیلند هم گروه شدیم. گروهی که نسبتاً گروه فیزیکیه، بازیکنای هر سه تا تیم بازیکنایی که بازی فیزیکی قرار انجام بدن. با توجه به سن بالای تیم ملی ما این مشکل اول ما خواهد بود و اینکه البته از اون برم میتونست خیلی سخت‌تر بیفته و گروه نسبتاً اوکیه. بازی اولمون با نیوزیلند خواهد بود 25 خرداد ماه ساعت 4:30 نصف شب که توی لس آنجلس برگزار میشه. بازیه که طبیعتاً باید برای برد بریم. نیوزیلند تیمیه که
برخلاف ایران خب اسم و رسم زیادی توی رنکینگ و نتیجه گیری نداره، ولی روی پایه ها و در واقع سیستم فوتبالشون خیلی سرمایه گذاری میکنن، مخصوصا فوتبال بانوانشون توی جام جهانی ها خوب عمل کرد داره و معلومه که سرمایه گذاری خوبی انجام میدن روی فوتبالشون و تیم دست و پا بسته قطعا نخواهد بود. در واقع یه ورژن خیلی ضعیف اروپاییه، یه ورژن خیلی ضعیف یک کشور اروپاییه و تیمیه که بازیکناش فیزیکی و قد بلند و سرعتی هم ممکنه باشن. میگم دیگه باید بازیکنای تیم ملی رو یه جوری آماده بکنن، بازیکنای کهولت سن و خسته رو که حداقل بتونن از پس نیوزلند دیگه برمیان. بازی دوممون بازی مهممونه که توی لس آنجلس دوباره برگزار میشه ساعت 10:30 شب تاریخ 31 خرداد ماه با بلژیک. بلژیک تیم عجیبیه که اون بلژیک 8 سال قبل نیست، خیلی افت کرده ولی همچنان بازیکن‌های خوب زیاد داره، تروسارد، دیبروینه، لوکاکو و از همه مهمتر جرمی دوکو و از اونم مهمتر تیبو کورتوا دروازه‌بانشون. یعنی تیم دست و پا بسته ای نیستن و اینا حالا یه قسمتی از بازیکن‌های خوبشون بودن که من گفتم، ولی جو بلژیک همیشه متشنجه. جو تیم ملی بلژیک مثل رختکنشون مثل در واقع استودیوی ضبط عشق ابدی میمونه که بازیکن‌ها چشم دیدن همو ندارن به خاطر مسائل حاشیه‌ای و بلژیک حالا بستگی داره که توی تورنمنت قبلش بازیکن‌ها چطوری بزنن به تیپ و تاپ هم، که البته کورتوا رو اگر مربیشون همین مربی باشه و عوض نشه خط میزنه از تیم ملی به دلیل مشکلات شخصی و غیر قابل مذکورش با دیبروینه که طبیعتاً یه جا نمیتونن باشن. احتمالاً از کورتوا استفاده نخواهد کرد. میگم دیگه یعنی کاملا بستگی داره به مربی و جو تیمشون. رودی گارسیاس مربیشون، مربی فرانسوی که سابقه هدایت النصر عربستان رو داشت و مارسی فرانسه و روم، سابقه هدایت تیمای باشگاه زیادی رو داره و مربی حالا زیاد ترگل بر گل و همچین درست حسابی هم نیست که بگیم بلژیک رو متحول خواهد کرد توی این 6 ماه. بلژیک ضعیفترین تیم سید 1 بود غیر میزبان به نظرم که میتونست با ایران بیفته، ولی همچنان ما حالا بذاریم روی عدم برد بلژیک نتیجه رو، اشکال نداره. میافتیم 5 تیر ماه بازی اصلیمون با تیم ملی مصر خواهد بود که میتونستیم باشون بازی دوستانم توی اون تورنمنت 4 جانبه برگزار بکنیم که ازبکستان نذاشت و اونم تیم بگیر نگیری مصرم کاملا بستگی داره که توی این 6 ماه چطور کار بکنم. محمد صلاح ستاره اصلی تیمشونه که این روزایی که دارم ویدیو رو ضبط میکنم حالش خوب نیست، ولی محمد صلاح کیه که ندونه که بازیکن تراز اول ممکنه اصلا توی خرداد دوباره برگرده به روزای اوجش. این بازی توی سیاتل آمریکا برگزار میشه ساعت 6:30 که ساعت بازی ها همچین درست حسابی نیست و ساعت بازی های در واقع تیم ملی احتمالاً اذیت خواهیم کشید سر تماشا کردنشون، که البته بازی تیم ملی توی جام جهانی همیشه در واقع حساس بوده، هم در واقع هیچ ایرانی نیست که باش خاطره نداشته باشه و کلا خوبی فوتبال توی جام جهانی همینه که حداقل اینه که خاطره ساز میشه و بعید میدونم کسی باشه که یادش نباشه توی بازی مهم تیم ملی داشت چی کار میکرد، تو چه وضعیت و حالی بود. حالا همینه که خوبه دیگه، همیناست که اون فوتبال رو جذاب‌تر میکنه. آدم چند روز از اون گرفتاری و فکرش فاصله میگیره و در واقع حالا سرشو گرم میکنه به چند تا بازی که به نظر من خوبه. حداقلش اینه که نیاز هست برای این تنشایی که داریم ما تحمل میکنیم. بگذاریم حالا بازی سومم که انجام بشه توی 5 تیر ماه احتمالاً صعودمون محتمل خواهد بود توی این گروه.
اگر با من تیم دوم صعود بکنیم با تیم دوم گروه دی که شامل آمریکا، پاراگوئه، استرالیا و پلی آف سوم اروپا که احتمالاً ترکیه خواهد بود، با تیم دوم این گروه روبرو میشیم که هر تیمی باشه احتمالش هست که ما ببریمش و به نظر من قرعه کشی ما توی مرحله 1/16 نهایی هم قرعه خوبی افتاده واسمون. اگر صعود بکنیم از گروهی بازی حذفیمون بهتره، چون بچه‌ها توی حالا جو بازی حذفی قرار بگیرن برای اولین بار تو جام جهانی قطعاً تاثیر بیشتری میذاره و بهتر از گروهی کار خواهند کرد. ولی خب اونم بستگی داره که نفراتی که میبریم در واقع نفرات آماده‌ای باشن و چند تا بازیکن آماده توی هر پست داشته باشیم که برای تیم ملی ایران بعید میدونم اینطور باشه. حتی یه بازیکن آمادم بتونیم جور کنیم با این سن بالا، خودش حالا کار غنیمتیه. بگذاریم. حالا من زیادم بدبین نیستم برخلاف بقیه به عمل کرده تیم ملیمون با آقای قلعه‌نویی. به نظرم برای اثبات خودشم که باشه، برای اولین بار توی این دهه‌های اخیر با یه مربی ایرانی داریم میریم جام جهانی، عملکرد خوبی خواهد داشت. مربیه که خوب رختکن رو جمع کنه و مربی سختگیریه، توی تورنمنت‌ها هوای تیمو داره، بازیکنان باهاش اوکی ان به جز حالا بانده مهدی طارمی که نمیدونم چه مرگشه، همیشه توی مواقع حساس انگار وظیفه داره که کودتا بکنه علیه مربی و نمیدونم. مهدی طارمی به نظرم نبودنش خیلی رک بخوام بگم بهتر از بودنش. حالا به جز صحبت فنی هم که قرار بود بکنیم راجع به بحث حاشیه تیم ملی هم این صحبت ها نیازه که به نظر من تیم ملیمون مشکل اولش اگر زیر ساختا و اون حمایت نامناسب باشه و حالا مشکلات عمده‌ای که توی کشور خودمون داریم که برای تیم ملیمونم قطعاً این تعمیم پیدا میکنه. مشکل دومش بازیکناش هستن که دیگه اولا نسلشون باید عوض بشه و ثانیاً به نظر من اختیار بیش از اندازه بازیکنی پیدا کردن که اکثرشون بعد از این تورنمنت باید از عرصه ملی کنار گذاشته بشه. خب در مورد گروه جی صحبت کردیم. بازی فیزیکی خواهم بود، حتی بلژیک هم مدافعای فیزیکی زیادی داره و مصر هم که تیم عربی ما همیشه جلوی تیمای عربی مشکل پیدا کرد، مخصوصا مصری که تیمیه که مثل هندونی در بسته است، معلوم نیست تا 6 ماه آینده چه عملکردی از خودش نشون خواهد داد. در مورد گروه H حرف زیادی برای گفتن نیست به جز این که دیدن اوروگوئه و اسپانیا توی یه گروه جالبه. اسپانیا خودش تیمیه که با دلافوئنته امید اول قهرمانیه و تیمی داره که هم جوونه و هم در واقع مستعد با قهرمانی یورو اومدن توی این تورنمنت و مربیای جالبی داره این گروه. من مربیای این گروه رو خیلی دوست دارم. دلافوئنته مربی اسپانیا، مربی اوروگوئه آقای مارچلو بیلسا که مربی صاحب سبکیه، مربی با تجربه، و حتی مربی عربستان سعودی آقای هربه رنار که اونم مربی در واقع فانو، مربی ماستو واچیه که توی جام جهانی قبلی هم جلوی آرژانتین دیدیم که نتیجه گرفت. مربی جنگنده و پر انگیزه‌ایه که دوباره برگشته به تیم عربستان بعد از وقفه‌ای که افتاده بود و رفته بود برای تیم ملی زنان فرانسه. در مورد گروه آی تیم سنگال، فرانسه و در واقع نروژ که توی این گروه قرار دارن، بازی نروژ بستگی زیادی به عملکرد هالند، سورلوت، اودگارد، خط جلوشون داره. خط جلوشون خیلی خوبه ولی خط عقبشون به اون اندازه خوب نیست و فرانسه هم که 3 تا تیم آماده از بغلش میتونه در بیاد و انتخاب 26 تا بازیکن اصلی در واقع لیست بازیکن برای مربیشون دیدیه دشان همیشه چالش شیرین بوده که
دیدی دشان هم از پس این وظیفه خیلی خوب البته برمی اومده با مدیریت رختکن و با سختگیری در جای مناسب و در واقع راه اومدن با بازیکن‌ها در جای دیگه. حالا بستگی به موقعیت خیلی خوب مدیریت میکنه، باید اینو خب انصافا گفت. به همین دلیلم نگهش داشتم برای مربیگری فرانسه تا الان و البته شرطشون برای رسیدن به نیمه نهایی رو هم که رعایت کرده بود توی تورنمنت قبلی، شرط فدراسیون فوتبال فرانسه، که امسال هم اگر بتونه برای نیمه نهایی و فینال فرانسه رو برسونه، به نظر من علتی نداره برای برکناریش و آوردن زین الدین زیدان، که باید ببینیم چه اتفاقی برای تیم ملی فرانسه میفته با کاپیتانش امباپه، کاپیتان جوانش، که در واقع دو دستگی رو توی تیم ملی فرانسه برخلاف دهه‌های قبل دیگه نمیبینیم و صدای واحد توی تیم باید در واقع حاکم باشه، که البته بین فرانسوی‌ها این چیز نسبتاً ناشایعی بوده و همیشه به بهانه‌های مختلف داخل رختکن تیم اختلاف بین بازیکن‌ها وجود داشته. خب مرحله گروهی این تورنمنت زیاد چنگی به دل نخواهد زد و بیشتر راجع به میخوام مرحله حذفیش صحبت بکنیم. اگر طبق انتظارات همه تیم‌ها عمل بکنن چه جدول بندی رو خواهیم دید. توی تصویر الان دارید میبینید سمت بالا چپ اگر نگاه بکنید، تیم اول گروه ای که حالا بذاریم آلمان باشه، از اون گروه راحت احتمالاً به عنوان تیم اول صعود خواهد کرد و تیم اول گروه آی که احتمالاً فرانسه خواهد بود، اونم خیلی محتمل صعود خواهند کرد، که با تیم‌های سوم گروه‌های A B C D F و G H بازی خواهند کرد. احتمالاً فرانسه و آلمان اونجا با هم خواهند خورد توی مرحله 1/4 1/8 در واقع میبینید دیگه توی جدول. و از اون ور پایین ترش هم مکزیک و سوئیس رو داریم اگر با عنوان تیم‌های دوم صعود بکنم، و هلند و مراکش رو داریم که اگر طبق پیش بینیامون هلند به عنوان تیم اول صعود بکنه از گروه F و مراکش هم به عنوان تیم دوم گروه C صعود بکنه، که البته خب محتمله دیگه، به عنوان در حضور برزیل به نظرم نمیتونه به عنوان تیم اول باشه، که اونجا زیاد حالا فشردگی توی اون ناحیه نداریم، بیشتر بالا خطرناک‌تره. آلمان و فرانسه به هم میخورن. هلند در حد 1/4 همیشه خوب بوده ولی بیشتر از اون دیگه صعود نکرده. مراکش هم شگفتی سازیش حالا باید ببینیم امسال هم ادامه پیدا خواهد کرد یا نه، که بعید میدونم. بیایم پایین‌تر، اینجا یه در واقع جدول خطرناک‌تر داریم نسبتاً. کرواسی رو داریم که اگر با ما تیم دوم گروه L صعود بکنه، انگلیس به عنوان تیم اول L بذاریمش و کرواسی دوم، و کلمبیا رو داریم که اگر به عنوان تیم دوم گروه K صعود بکنه، که اونم ما پرتغال رو به عنوان گروه اول K در نظر گرفتیم و کلمبیا رو به ما تیم دوم، که محتمله اگر اتفاق خاصی نیفته. همه این جدول و اتفاقات در صورتی که اتفاق خاصی تو تورنمنت نیفته که احتمالاً خواهد افتاد، ولی حالا ما احتمالات چیزو بررسی میکنیم دیگه، بیشتر محتمل رو. پایینم ترکیه رو به عنوان تیم اول گروه دی نوشته، که من حالا زیاد ترکیه رو به عنوان تیم اول گروه دی بعید میدونم. ممکنه آمریکا حتی باشه تیم اول گروه دی، یا حتی استرالیا، یا حتی هم خود ترکیه. یعنی اون گروهی نیستیم ما بخوایم از الان یقینا بگیم کدوم تیم اول دوم خواهد شد. زیاد حالا اینو قطعی نذاریم، ولی تیم اول گروه جی رو هم بلژیک گذاشته که گروه ماست. اگه اولش رو حالا بلژیک در نظر بگیریم، شاید هم تیم اول گروه جی ما شدیم، که اون موقع گلمون خیلی راحت میفته. با تیم سوم گروه A E میفتیم، A E H I یا J، که یقینا تیمای راحتی خواهم بود. اون چیزی که من یادداشت کرده بودم، اگر ما به عنوان تیم اول صعود بکنیم کارمون خیلی راحت تر خواهد بود، ولی خب احتمال خیلی کمی داره. ما اگر بخوایم صعود بکنیم دوم یا سوم خواهیم شد، که اگر به عنوان تیم سوم صعود بکنیم از گروهمون، با تیم اول گروه فرانسه اینا یا میافتیم، یا با تیم اول گروه قطر، کانادا، ایتالیا میافتیم. یعنی احتمالاً یا با فرانسه خواهیم افتاد اگر سوم گروهمون بشیم، یا با ایتالیا. اینا همه اینا در شرایطیه که ما تیم سوم بشیم.
که اون موقع میفتیم توی پات چیز دیگه، در واقع مشخص نیست کدوم پات میفتیم. تیمای سوم میبینید که زیاد تکلیفشون مشخص نیست، رندوم میفته. ولی محتمل دومه که توی اینجا میبینید ایرانو با پاراگوئه انداخته گوشه سمت راست پایین. راست بالا رو اگه نگاه بکنیم برزیل رو با ژاپن انداخته، تیم اول گروه C با دوم F. ژاپن رو اگه دوم F در نظر بگیره، هلند رو اول F گرفته و ژاپن رو دوم F، که دوم F کار سختی داره و با برزیل میفته، که ژاپن حتی برای نیافتادن با برزیل هم که شده تلاش خواهد کرد که هلند رو ببره و اول بشه. باید ببینیم که این طرف فشردگی زیاد نداره، برزیل احتمالاً راحت تا 8 میاد، پایینش هم نروژ و اکوادوره که زیاد به نظرم اگر هر کدوم برزیل بیفتن کار سختی نداره. پایین تر انگلیس رو داریم و دانمارکو که حریفاشون تیمای سوم گروهان که احتمالاً بازیای راحتی بشه واسه شون، و انگلیس و دانمارک به هم میخورن که انگلیس طبیعتاً بخت اول صعود به 8 است که توی این در واقع قسمت جدول در نهایت اگر همه اتفاقات طبق چیزی که پیش بینی کردیم بیفته، انگلیس با برزیل میفته توی بازی که 8 تا تیم با هم انجام میدن. یعنی از بالا راست برزیل با انگلیس میفته، از چپ بالا بگیم حالا هلند میاد و برنده آلمان فرانسه که احتمالا فرانسه خواهد بود. هلند و فرانسه هم از اونجا در نظر بگیریم. از چپ و پایینم بخوام پیش بینی بکنم، اسپانیا و بلژیک رو در نظر میگیریم که اینا هم اونجا با هم بیفتن، که طبیعتا کار اسپانیا از همشون راحت تره تا حالا. بیایم سمت پایین و راست جدول که سمت یکی ایران هم اونجاست اگر صعود بکنه. آرژانتین رو داریم که در مقابل اوروگوئه قرار میگیره. اگر اوروگوئه تیم دوم گروه H بشه که در حضور اسپانیا، طبیعتا هم تیم اوروگوئه شانس اولی به نظر نخواهد داشت، ولی خیلی جالب میشه اگر اوروگوئه تیم اول گروه H بشه و اسپانیا تیم دوم گروه H بشه، که اون موقع آرژانتین و اسپانیا با هم میافتن. اگر یعنی اسپانیا یه ذره لغزش توی گروهش داشته باشه، توی مرحله اول حذفی با آرژانتین میفته که بازی جالب میشه. و ایران هم که اگر دوم گروه بشه با دوم گروه دی قطعا روبرو میشه که پاراگوئه رو انداخته، ممکنه ترکیه باشه، ممکنه آمریکا باشه، ممکنه استرالیا باشه. هر کدوم از اینا باشن ایران واقعیتش احتمال بردنش هست، احتمال باختنش هم هست، ولی حالا سابقه بردن استرالیا رو حداقل صعود خاطر خوبی از استرالیا داریم. و پاراگوئه هم که به نظرم نمیتونه حالا با تمام اون سابقه خوبش توی جام جهانی 2010 جلوی ایران، به نظرم ایران عملکرد بهتری میتونه داشته باشه اگر بهش بخوره. پایینم ایتالیا رو گذاشته به عنوان تیم اول گروه B. اگر حالا از پلی آف بیاد بالا و بیفته تو گروه راحت کانادا، سوئیس، قطر، ایتالیا احتمالا میاد، و پرتغالو به عنوان تیم اول گروه K که خیلی محتمله. اونجا ایتالیا و پرتغال احتمال با هم میخورن و آرژانتین رو بذاریم، حالا ایران هم اگر ایشالله صعود کرد با هم میخورن، که برندشون آرژانتین و پرتغال طبق اون چیزایی که توی این جدول نشون میده اگر اتفاق خاص دیگه ای نیافته توی مرحله 1/4 با هم مواجه میشن توی آمریکا، که بازیه که فراتر از هر بازی آرژانتین و پرتغال اگر توی جام جهانی با هم بازی بکنن توی مرحله 1/4 بازی آخر جفت اسطوره ها لیونل مسی و کریس رونالدو، که بازی میشه که اگر به هم بخورن کشته میده این بازی و بازی خونباری میشه. حداقل اینکه بازی میشه که به نظرم نوستالژیک تر از هر بازی تاریخ دیگه توی جام جهانی میشه اگر آرژانتین و پرتغال به هم دیگه بخورن، که به نظر من برای فیفا هم بد نیست، دوست داره که حداقل این دوتا تیم به هم بخورن، ولی نه توی این مرحله 1/4 یکم زود بود برای برخوردشون، ولی خب دیگه گره کشیه و باید ببینیم چه اتفاقی میفته. از این ورم خب پس پرتغال و آرژانتین احتمالاً به هم بخورن، باید ببینیم که
تقریبا گره کشی جوری شده که تیمای اول رنکینگ فیفا توی تا مرحله نیمه نهایی به هم دیگه نخورن، یعنی در واقع آرژانتین و انگلیس و فرانسه و اسپانیا به هم دیگه نخورن تا نیمه نهایی، تا 4 تا که میبینید دقیقا همین اتفاق رخ داد. و خب ببینیم چه اتفاقی میفته که توی تورنمنت بستگی داره که توی جو تورنمنت چه اتفاق بیفته. جام جهانی گفتم جنبه فنیش کمتر از تورنمنت های باشگاهیه و بیشتر اون جنبه ملی گرایانه و تبلیغاتی و اقتصادی و اینکه مردم دورم جمع بشن و در واقع به بهانه فوتبال یکم وقت بگذرونن، این جنبه‌اش مهمتره. خود رئیس فیفا به این تاکید داره، آقای اینفانتینو، که در واقع هدف اصلیشون همینه و هر سال هم میگه که این جام جهانی بهترین جام جهانی تاریخ خواهد بود و باید ببینیم که واقعا آیا جام جهانی 2026 با این تغییرات 46 تیمه کردن باز هم بهترین جام جهانی خواهد بود یا نه، با این تعداد بازی‌های بالا، حساس ترین بازی‌ها که طبیعتاً از مرحله حذفی به بعد شروع میشن. توی گروهی بازی‌های خوبی نخواهیم دید، ولی باید ببینیم که حالا با توجه به اینکه 30 و چند روز هست و مرحله حذفی از وسطش به بعد شروع میشه، یعنی توی تقریبا 15-20 روز باید کلی بازی حذفی ببینیم. بازی حذفی بیشتر شدن یه مرحله نسبت به تورنمنت قبلی و باید ببینیم آیا کیفیت برگزاری سابق داره و آیا تیما با مشکل مصدومیت مواجه خواهند شد، بدنسازیشون چطور خواهد بود و با توجه به مشکلات برگزاری گرمای هوا هم توی آمریکا که پارسال اتفاق افتاده بود، ببینیم که چه تورنمنتی برگزار خواهد شد. حتما راجع به تیمای جام جهانی مفصلا صحبت میکنیم توی ماهای آینده. پادکست جام جهانی ما رو دنبال بکنید و پلیلیستش رو فالو داشته باشید و کانال ما رو هم که سابسکرایب دارید. ممنون میشم که اگر ویدیوهای ما رو دوست داشتید و اگر خواستید در مورد جام جهانی بیشتر ویدیو بسازیم، ما رو به دوستاتون معرفی بکنید، ویدیوهامون رو بفرستید و لایک و کامنت هم که طبق معمول فراموشتون نشه. ممنونم که تا آخر این ویدیو هم تماشا میکردید.